واسأله دوما اخلاص، همیشه از الله تعالی اخلاص پرس. راه میگردی، به سوی کار میری، به خانه میآیی، یعنی که در حالت نشستنت خستنت همیشه از الله تعالی اخلاص پرس. وقد كان اکثر دعاء عمر بن الخطاب رضی الله عنه، در حقیقت اکثری دعای حضرت عمر، از همه دعایی که حضرت عمر ابن خطاب بسیار میکردن چنین بود: اللهم اجعل عملی كله صالحا، ای الله تمام عملهای مرا صالح کردم. یعنی در همین مدت 24 ساعت هر یک عملی که میکنم عملی صالح باشد. و جعله لوجهک خالصا، لیکن همین عملهای صالح همشه به خاطر خودت گردان، خالصا لله باشد، نه به خاطر مردم. مثلا نماز خواندن عملی صالح، درس گفتن عملی صالح، به درس اشتراک کردن عملی صالح، لیکن این به خاطر الله شود ثانی قبول داره. بنابراین گفتن که همشه به خاطر خودت خالصا لله قبول کن. ولا تجعل لاحد فیه شیئا، برای یگان کس در عملهای من چیزی نگذار، یعنی عملهای من به خاطر یگان کسی دیگه نباشد. این دعا را حضرت عمر بسیار میکردن. امام احمد در کتاب زهد روایت کرده.